عزیز، علی جان علیف، آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی TM کالج میباشم. اینک بار دیگر با شما هستم و درس امروزه ما درباره رقم ها میگذرد. چرا رقم ها؟ چون که بعضی از نفران از ما درخواست کردند که چگونه در زبان انگلیسی از یاد کردن رقم ها و یا تز از یاد کردن رقم ها را با آنها تعلیم دهیم و امروز ما درخواست آنها را با نوبت گرفته درس امروزه را چگونه در زبان انگلیسی استفاده بردن رقم ها را و از همه راه آسان ترین تستر یاد گرفتن آنها را به شما می‌آموزانیم. اینک شروع میکنیم درس خود را. Numbers این رقم ها. در زبان انگلیسی شما کوشش کنید رقم ها رو به 3 شاخه تقسیم کنید. یعنی چگونه؟ خب با هم رقم ها رو تلفظ میکنیم، میخونیم، بعدا من میگویم که در کجا چی سیر و اسرار دارد این رقم ها. خب 0 او یکی 0 میگن یکی او میگن. 0 رقمی 9 در بعض جای ها 0 میگن، در بعض جای ها او میگن. 1 یک 2 دو 3 سه 4 4 5 5 6 6 7 تکرار میکنیم 7 7 8 8 9 9 10 10 یک بار دیگر 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12. اگر شما دقت داده باشید از رقم 0 تا 12 آواز هر خیل برآمد و اینجا نگاه میکنیم. باز یک بار دیگر میخونیم 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12. اکنون دومش را دقت کنید. چگونه که در زبان تاجیکی ما 12 13 14 15 آخری رقم 10 میبراید، در زبان انگلیسی از 12 بالا 13 14 15 کلمه در آخر رقم تین علاوه میکنیم. 13 13 14 14. دقت میکنیم رقم 4 رو میگیریم 4 4 تین علاوه کردیم 14 که شد میشود 14 4 4 تین 10 14 14 15 15 16 16 6 رقم 6 تینش 10 16 16 17 17 18 18 19 19. اینجا باز یک بار دیگر میگم از رقم 13 تا 19 به شما کلمه تین یعنی 13 14 15 16 17 18 19 علاوه میکنید. کلمه تین میرود. خب اکنون از 20 نگاه میکنیم. از رقم 20 سر کرده تا رقم 99 یا اینکه 90 کلمه تی میبراید. اکنون تین نیو تی حرف نی آخر از بین میرود. چگونه؟ 20 20 21 21 21 20 یک رو میبریم خوش میکنیم 21 21 22 22 23 23 24 24 درست 25 25 درست 26 26 27 27 28 28 29 29. اکنون سیده میگذاریم سی اینجا نگاه میکنیم رقمی 3 3
رقم 13 13 یعنی در آخر حرف تین آوازی تین یعنی در آخر آوازی تین 13 اکنون سی رو نگاه میکنیم 30 3 13 30 سی که شد 30 حرف N از بین می رود 13 این 13 30 این سی 31 31 32 32 33 33 34 34 39 39 chill 40 4 رو نگاه میکنیم 4 4 14 14 10 chill 40 40 آوازی این ندارد 40 41 41 45 45 48 48 50 50 5 5 15 15 15 10 آوازی این 15 50 50 51 51 57 53 55 55 60 60 6 16 16 60 60 آوازی این از بین می رود 65 67 68 70 70 70 هفت 7 17 17 70 70 75 75 77 77 خب 80 80 خب 8 میبینیم 8 18 میبینیم 18 وقتی که 80 که شد 80 حرف N از بین میرود آواز N 80 81 82 85 89 90 خب 90 95 95 97 97 100 100 100 بار دیگر از سی میخونیم 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 900 900 900 950 950 955 955 990 990 999 999 هزار 1000 1000 یعنی که 1000 2000 2000 3000 3000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 10000 10000 خب 11000 11000 100,000 100,000 یعنی که 100,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 5 میلیون 5 میلیون 10 میلیون 10 میلیون و دیگر رقم میلیارد بیلیون 1 بیلیون 1 بیلیون 2 بیلیون 3 بیلیون و دیگر رقم ها. این بود درس امروزه ما. بار دیگر با شما میگویم از رقم 1 تا 12 کوشش کنین از یاد کنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعد از رقم 12 یعنی 13 سر کردین آواز تین 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 خوش کنین تو 19 13 14 15 16 17 18 19 از 19 سر کرده تا 90 آوازی تی 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 که شد 200 300 که شد 300 هزار 1000 2000 2000 خب 5000 5000 میلیون 1 میلیون خب 5 میلیون 1 بیلیون 5 بیلیون و دیگر رقم ها. امیدوارم از این درس شما کمی بهره بردید و با خود چیزی نوشتید یا از خود کردید این درس را. خب با ما بودن رو فراموش نکنید، درس های ما رو زینه به زینه تماشا کنید. در زیر کامنت اگر یگان درخواست داشته باشید نویسید، ما درخواست های شما رو به این نوبت میگیریم
و با خواهش دل شما ما درس میگذاریم. در کانال ما عبور نشدن را فراموش نکنید. این نوارها را به دیگران رسانید تا اینکه آنها هم بینند از این نوار کمی بهره بردارند. تا درس‌های دیگر، خدا حافظ.